امام حسین پسر کاکایش را مسلم بن عقیل را بر کوفه فرستاده بود که از نزدیک احوال را بررسی کرده و همین نامه هایی که فرستادن چقدر درست است، آیا اینها بیعت میکنن نمیکنن. خلاصه یک سفیر خود به کوفه فرستاده بود به نام مسلم بن عقیل. مسلم بن عقیل زمانی که در کوفه آمد مردم استقبال خیلی زیاد کردن. مردم گفتن که آره ما امام نداریم، میخوایم که امام حسین بیاید و این مسائل دیگه. مسائل را باز نمیکنم به خاطر که چند از بحث دور میریم. و در دوره که مسلم در اوجه بود خیلی مردم هم دورش جمع میشدن و مسلم هم به امامت مسلم نماز میخواندن. و والی کوفه در این دوره کسی بود عمان بن بشیر، یک شخص نرم و ملایم و محسن سفید بود و دختری آدم والی کوفه را هم مختار ثقفی به ازدواج در آورده بود. مختار هم از طرفدارای امام حسین بود. نمیخوایم که مسئله مختار یاد کنم چون که از بحث دور میریم. و یک خلاصی که والی کوفه یک شخص ملایم بود و نمیتونست اوضاع را کنترل بکنه. در همین وقت یک والی کوفه برطرف شد، کسی دیگر به نام عبیدالله بن زیاد که والی بصره بود آمد به کوفه و والی شد. ظرف چند روز وضعیت به کنترل آورد. مسلم بن عقیل هم به شهادت رساند. خلاصه گپ که امام حسین حرکت کرده بود، در مسیر راه خبر شد که مسلم هم به شهادت رسید. نه راه برگشت داشت نه راه پیشرفت، ولی به سفر خود ادامه میداد که هر بن ریاحی در راه امام حسین گرفت و از مسیر کوفه منحرف ساخت و به یک جای بود به نام کربلا. خب امام حسین در این وقت با ابن زیاد و شمر و عبیدالله بن زیاد جلسات زیاد داشتن، مذاکرات داشتن که راه بسنجن، ولی امام حسین بیعت نمیکرد. امام حسین از کارنامه یزید خبر داشت و یزید شایسته حکمرانی نمیدید. به این خاطر از بیعت کردن با یزید ابا می‌ورزید. خلاصه جنگ صورت گرفت. حالا که سوال که این برادران احدثانان میکنن که شیعه ها امام علی را به شهادت رساندن و حالا هم ندامت پشیمانی میکن به سر و صورت میزنن، این مسئله هست که طرفدارای امام حسین و امام حسن و امام علی امام حسین دعوت کرده بودن به کوفه و بعدا همین کوفیان، همین طرفدارای امام علی یک تعدادشان که باید دعوت کرده بودن، وضعیت که دیدن پایشان عقب کشیدن، رفتن به خانه هایشان. و بعضی از کوفیان هم اینها در مقابل طلا و زر و هر
در اون دوره هر آن چیزی که بود پول از حکومت دریافت میکردند و رفتند به جنگ امام حسین. بالاخره امام حسین هم شهید شد. یک تعداد از این نیروهای کوفیان بود، نیروی مردمی بود، یک تعدادش هم نیروهای حکومتی بود. در نتیجه امام حسین با 72 تن یارانش جام شهادت نشد. ولی سوالی که و مسئله را که اینها مطرح کرده بودند که شیعیان در قتل امام حسین دست داشتن. نه، شیعیان در شیعه و سنی در قرن هفتم و هشتم تقریبا 600 سال بعد بگوییم که با میان آمده دیگه این مسئله نیست. ولی تک طرفدارای امام علی، چون امام علی در کوفه یک دوره حکومت کرد، خلافت داشت، احتمال داره که طرفدارای امام علی در مقابل سیم و زر به شهادت امام حسین رفته باشند. و یک تعداد دیگه هم که امام حسین وقتی که آمد، اینها وضعیت که دیدن از بیعت خود که کرده بودن برگشتن. این مسائل هست. ولی که بگیم شیعیان بر قتل امام حسین دست داشتن، این نه است. یک طرفدارای محدود شاید که امام علی رفته باشد به جنگ، این یک مسئله هست که به این مسئله هم باید دقت و مشکوفی بیشتر وقت داره که آیا همین آدم ها رفته بودن یا نه، یا کسای دیگه بودن. اما مسئله که بگیم که شیعه ها رفته بودن، این دو زمان شیعه و سنی وجود نداشت. یک طرفدارای کمی از امام علی شاید در مقابل سیم زن رفته باشند به جنگ. اما شهادت امام حسین از طرف یزید عبیدالله بن زیاد والی کوفه صورت گرفت که به رهبری از این لشکر عمر بن سعد و شمر و سرکرده های دیگه داشتن. اینا هم شیعه و یا سنی نبودن، اینا طرفدارای حکومت او زمان که پایتخت در شام بود، اینا طرفدارای حکومت بودن. ولی مسئله شیعه و سنی بگیم در اینجا مطرح نیست، ولی طرفدارای حکومت او زمان بودن که امام حسین به شهادت رسید. موفق باشین، پیروز باشین، کنگور باشید.